ببین چرم اصلا این چجوری بری این صورت هم که این میخوره گفته باشم به دیگه. چیکار داره میکنه نادری؟ فکر کنم تیر کمان درست میکنه. تیر کمان؟ نه بابا داره کفشو قصابی میکنه. کفش برو من میتونی قصایی میکنم ها گفته باشم الان. پشت کفش هیچی نمونده خدا شاید. نیا کن. نه آقا این فهمیدم تازه این جلوی این کفش ایمنی آهنه. خب این داره آهنشو در میاره عمل بازیاف انجام میده. آره آهنشو بفروشه مثل تو آشغال جمع کن باشه. نگاه. ابراهیم یه پسر آقای خدا شاهده. من دوستش دارم بیا. موج دارم. رفیقت هم چرا این شیخ منو طور طور کردین اینجا؟ کردیم اینجا. شما کار این اومد حالا باز ما کم بودیم اونم زیاد چرا شد. نمیذارن کارشو حضرت بکنن؟ عباسی ما کم بودیم. آقا برید صورت مارتونو میزنم با اینا. نده این بود. نگاه کن چی نه، میبره. دیگه. نگاه کن مثل شمشیر میزنه. حضرت عباسی başmağı gönlü eğnipti. Buna şartı görürsen ki. Evvel fəzi cibinden başmağı üzür, kəhini üzür. Bilmem kemantir üzeri. چی داری میگی؟ تو یه چیزی دیگه داری میگی. نادر. Kemantir. به خدا تو نه. درباره این صحبت نمی‌کنی میگی به جون به آقا تو آقا جوان تو رو قرآن قسم میده. چی گفتم من؟ بچه نیستم که. کفشت چه پاره کرد؟ بیا یکی دیگه هم اضافه شد. بیا اینجا. من برم بابا من برم اون ور. عمو جان حرف اینا را گوش نکن. من پشتتم. پشتتم. نمیذارم چیزی صدمه بزنه به شما. ما آدم ماشاءالله خوشتیپم کردیم روز.